حمام و مسجد گله‌داری و مسجد دلگشا 3 شاخص ما هستن که در بندرعباس در این منطقه قرار گرفتن. کار مثبتی که اداره میراث ما کرده، این بنایی که می‌بینید تخم فروشی بوده، تخم بندری یا قشمی بهش میگن، که اینو قدیم این مغازه کوچیکی بود چون در کنار مسجد گله‌داری بود، اومدن توسعه‌اش دادن و طرح چیزا به اصطلاح بادگیرهای بندر لنگر رو روش پیاده کرد و اینو اینجا به اصطلاح خیلی خوشگل کار کردن و به یه مقدار قرینه سازی شد. اینجا صحن حیات شبستان زمستانه مسجد گله‌داری بندرعباسه که متاسفانه به خاطر که فروریزش کرده که نمیتونیم بازدیدش کنیم، ولی که این قسمت پشت سر شما مسجد به اصطلاح یا شبستان تابستانه که آقای احمد گله‌داری، همون شیخ احمد که حمام گله‌داری درست کرد، اومد بر مبنای عدد 7 مقدس 7 تا 49 تا ستون داد، زمین رو کندن، به آب رسیدن و پایه رو از بیس آب گرفتن و این چوب‌های گردی رو که می‌بینید در بدنه که به عنوان دستک استفاده شده، این صندل چندل آره صندل یا چندل بهش میگن و این چندلا رو از هند و آفریقا می آوردن که در هرمزگان و مناطق ساحلی کاربرد بیشتر زیادی داشته و استحکام بالایی در مقابل زلزله داشته و در مقابل رطوبت و هوا و اینها. اینجا همونطور که میبینی به اصطلاح داخل روی 36 تا، همون قبلا گفتم 49 تا ستون بودی ولی داخل 36 که یه ردیف راهرو به اصطلاح حذف شده و گچبری رو نگاه میکنی هر دهنه با دهنه دیگه متفاوته، ولی طوری نیستش که تو ذوق بزنه، بلکه زیبایی کار افزون داده. 19 تا در خدمتتون عرض کردم که به آقای گله‌داری داد از هند ساختن و متقارن همدیگه که اون موقع جریان هوا رو به خاطر اینکه به چیز بکنن جریان داشته باشه و کار کولر انجام بده و کار نوردهی اینجا رو انجام میداد. عرضم به حضور شما به خاطر همجواری تجاری ما با کشور هند، حاشیه دریا، آره، و حاشیه دریا به هم به اصطلاح یک طورهایی از هم الهام گرفتن. حالا اینجا رو نگاه کنی، آقای گله‌داری یه منبر هم توی هند دادن، سفارش دادن همراه درا که میبینید که از طرح معابد اسلامی هند کپی برداری شده و اومدن به اصطلاح اینو با 10 سال پیش ساختن با همون استحکام و تشکیلات هنوز هم پابرجاست و مورد استفاده قرار میگیره. یه سنگ نوشته رو سنگ مرمر آقای گله‌داری دادن با خط سورس، یه شجرنامه کوچیکی از خودشون و تاریخ اینجا که 1338 هجری بوده اینجا به یادگار دادن حجاری شده. و دیگه عرضم به حضور شما که درم‌ها رو فقط نگاه بکنید 110 ساله ولی با همون تراوت و تازگی اولیه‌اش هنوز پابرجاست. اینی که بشینید توی اینترنت عکس ببینید یا توی پیجش نگاه کنید هیچ فایده‌ای نداره. حس و حال آرامشی که این مسجد داره واقعا باید حضوری باشه. با آقای راد عزیز اومدیم مسجد گله‌داری که ببینیم اینجا اون بنده خدا آقای گله‌داری چه زحمتی کشیده، چه مسجدی ساخته، نمای بیرونش که فوق‌العاده است. از اینجا هم دوباره می‌خوایم بریم به سمت مسجد دلگشا. اونجا هم ببینیم. یکی از جاذبه‌های گردشگری ما این مسجد دلگشا هستش. با 265 سال قدمت. یعنی از مسجد چیز قدیمی‌تر، گله‌داری قدیمی‌تره، 100 سال قدیمی‌تره. همونطور که میبینید مسجد جامع اهل‌سنت. یکی از چیزهایی که قابل توجه و تأمل هست بحث
سرویس های بهداشتیشونه که دمپایی و کفشای به خاطر میکروب و کثیفی و اینها جدا هست و وضوءخونه شون همونطور که مثل مسجد پاشویه داره و میشینن و پاهاشون رو میشورن که بوی عرق و کثیفی گرفته بعد وارد مسجد میشن. بفرمایید. اینجا مسجد جامع اهل‌سنت بندرعباس با قدمت 15 ساله که میبینید. یعنی این بافتی که چند طبقه است. آره جدیده. این جدیده. این یکی از هنرها 365 ساله 265 ساله. آره اما وارد اون قسمت میشیم که مسجد قدیمی بندرعباس با 265 که مسجد دلگشای بندرعباسه که با این 265 سال 3 مرتبه مورد مرمت بازسازی اساسی قرار گرفته که آخرین بار 15 سال پیش بوده. طرح رو که همونطور می‌بینید از روی همین گچبری اون مسجد گله‌داری رو نقاشی کردند و اون ساختن. و اینجا گنبد و گلدستم داشته؟ نه به اون شکلی که چیز می‌کنید، نه فقط این 12 ستون رو به عنوان شاهد، یعنی چون این یه مقدار افزایشش تو حیات اینجا بوده و تا اون ستون و از این برم تا اون ستون که اینا رو چیز کردن، حیات رو حذفش کردن، فقط اینو به عنوان شاهد برای ما نگه داشتن. این قسمت سمت چپ شما و دست راست من هم محرابو که می‌بینید محراب مسجده که از روی به اصطلاح محراب مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان کپی برداشته شده. همونطور که می‌بینید کاشیکاری خیلی زیبا و طرح زیبای از اونجا الهام گرفته شده و خیلی خوشگل اینجا اجرا شده که به اصطلاح یکی از جاهای جاذبه‌های این مسجد این کاشیکاریشه که میشینن مردم و میان توریست‌ها میدن یه چند دقیقه توش مدیتیشن. دقیقاً من همین رو می‌خواستم بعدش بگم که این مسجدها تو گردشگری برای خود من اینجوریه که بعد از اینکه وارد میشم معماریشو میبینم یه تایم زیادی میشینم و تو سکوت فقط نگاه میکنم، استراحت میکنم. انشالله که همه دوستان بیان ببینن و با این حال و هوا آشنا بشن. اصلا اینجا هم آقای راد خیلی تعریف میکرد. یه تخمه هاشو ببینیم که چطوره. یه تخمه بندری خرید کنیم. این تخمه بندری واسه چی شده تخمه بندری؟ با شن دریا تو جوره میاد درست. این خرما هم که خرمای شیره‌دار خاصوییه. ما یه سری خوراکی خوشمزه و جذاب از بندرعباس خرید کردیم ولی قول نمیدم که اینا رو برای ناخدا سوغاتی ببرم. این شکمو هم و خوراکی ها تموم بود.